از سال 1947 که هند و پاکستان از دل یک سرزمین جدا شدند، آتشی شعله‌ور شد که هنوزم خاموش نشده. این دو کشور هسته‌ای با میلیاردها نفر جمعیت درگیر اختلافاتی هستند که هر لحظه ممکنه به یک فاجعه جهانی منجر بشه. اما چه چیزی باعث شروع این اختلافات شد و ممکنه که دوباره شاهد جنگی خونین بین این دو کشور باشیم؟ در این ویدیو به تاریخ، علل و آینده احتمالی این دشمنی میپردازیم. شبه قاره هند برای 300 سال تحت کنترل بریتانیا بود. این سرزمین ترکیبی از قومیت‌های مختلف بود و مذهب اکثر مردم هندو و اسلام شامل میشد. بعد از جنگ جهانی دوم، بریتانیا به دلیل فشار اقتصادی بعد از جنگ تصمیم گرفت که به مستعمراتش استقلال بده که هند هم از این قاعده مستثنا نبود. اختلافات بین مسلمانان و هندوها باعث شد تا بریتانیا هندوستان را به دو کشور هند و پاکستان جدا کنه که پاکستان قسمت مسلمان نشین اون بود. ولی همین اول کار یه مشکلی وجود داشت. کشمیر که اکثر جمعیتش مسلمان بود تحت کنترل هند در اومد. کشوری هم که امروز به اسم بنگلادش شناخته میشه در اون زمان تحت کنترل پاکستان بود، ولی 1500 کیلومتر با خاک پاکستان فاصله داشت و هند دقیقاً وسط قرار گرفته بود. تنش بین هند و پاکستان سر کشمیر بود، ولی بنگلادش هم عملاً پایگاه پاکستان در آن سوی هند بود و هند این مسئله رو تحمل نمی کرد. این اختلافات باعث بروز چندین جنگ بین هند و پاکستان شد. جنگ سال 1947 چند ماه از استقلال هند و پاکستان نگذشته بود که اولین جنگ از 4 جنگ بین دو کشور شروع شد. منشأ اختلاف کشمیر بود. ایالت جامع کشمیر که ابتدا جزو هیچ کدوم از دو کشور نبود، به دلیل اینکه 90% از جمعیتش مسلمان بودند، تمایل داشت به پاکستان بپیونده. پاکستان هم از این فرصت استفاده کرد و با تحریک قبایل مسلمان باعث بروز شورش در این ایالت شد. در 22 اکتبر مسلمانان با حمله به اقلیت هندو ساکن این ایالت دست به کشتار و غارت اموالشون زدند و هندوها هم از دولت هند درخواست کمک کردند. در اون زمان ارتش پاکستان تازه تأسیس شده بود و حتی برخی از افسران عالی رتبه هنوز انگلیسی بودند. در هند هم همین وضعیت بود، با این تفاوت که هندی‌ها به دلیل داشتن سربازان بیشتر در ارتش امپراتوری بریتانیا نیروی با تجربه تری در اختیار داشتند. زمانی که هند متوجه شد پاکستان در حال ارسال اسلحه و تجهیزات برای قبایل مسلمان کشمیره، به سرعت دست به استقرار ارتش در قسمت هندونشین منطقه زد. اولین درگیری در اکتبر سال 1947 آغاز شد. نیروهای قبایل مسلمان که به خوبی تجهیز شده بودند و تعدادی از افسران ارتش پاکستان هم اونا را همراهی می‌کردند، وارد جامو شدند و شروع به قتل و غارت کردند. اونا به طرف مظفرآباد که یکی دیگه از شهرهای کشمیره حرکت کردند، ولی با نیروهای ارتش هند که در نزدیکی شهر موضع گرفته بودند مواجه شدند. درگیری بین دو طرف شروع شد. اگرچه نیروهای ارتش هند موفق شدند جلوی پیشروی بیشتر شبه نظامیان مسلمان رو بگیرند، ولی تعدادی از شهرهای شمال کشمیر به اشغال قبایل در اومد و اونا دست به نسل‌کشی حتی در میان مسلمانان زدند. اونا چندین هزار زن و دختر دزدیدند، به پاکستان بردند و به عنوان برده فروختند. نبرد برای چند ماه ادامه داشت و در نهایت ارتش پاکستان که تا حالا فقط نقش پشتیبانی از قبایل رو داشت، مستقیم وارد نبرد با ارتش هند شد. نیروهای قبیله‌ای که در ابتدا موفق شده بودند 20% مناطق هندونشین رو تصرف کنند، با حملات تیپ‌های زرهی ارتش هند مجبور به عقب نشینی شدند. زمانی که پاکستان دید شبه نظامیان حریف حملات زرهی ارتش هند نمیشن، یک تیپ از نیروهای نخبه‌ش رو به منطقه فرستاد. در 10 فوریه سال 1948 نیروهای ارتش پاکستان برای اولین بار وارد درگیری مستقیم با نیروهای ارتش هند شدند و تونستن نیروهای هندی رو متوقف کنند. شهر سکردو که در تصرف ارتش هند بود به محاصره پاکستان در اومد و 2 تیپ ارتش هند در شهر گیر افتادند. اونا بعد از 6 ماه مقاومت به دلیل نبودن تدارکات مجبور شدن تسلیم بشن. بعد از 1 سال نبرد عملا پاکستان پیروز
پیروز ماجرا بود. 70% جامو و کشمیر به کنترل پاکستان در اومد. ارتش هند نوپا بود، فرماندهی درستی نداشت و عملکرد ضعیفی از خودش نشون داد. البته پاکستان هم با استفاده از استراتژی حمله موج انسانی پیروز شده بود و 6 برابر هند تلفات داد. در 13 آگوست سال 1948 آتشبس بین دو کشور طی قطعنامه 121 سازمان ملل امضا شد. در این توافق پاکستان بخش‌هایی از مناطق تحت کنترلش را از دست داد و در نهایت 2/3 جامو و کشمیر به دست هند افتاد و 1/3 دست پاکستان باقی موند، در حالی که عملاً نتیجه جنگ برعکس بود. دلیل این مسئله این بود که ایالت جامو یک منطقه بی‌طرف بود و پاکستان با آغاز جنگ باعث این وضعیت شده بود. نتیجه جنگ این شد که جاموی مستقل برای همیشه از بین رفت و منطقه کشمیر با اینکه اکثرا مسلمان بودند 2/3 تحت کنترل هند در اومد. جنگ سال 1965. در جریان جنگ قبل پاکستان پیروزی نظامی بیشتری داشت، ولی زمان تقسیم منطقه کشمیر به جایی نرسید. ایوب خان که یکی از ژنرال‌های مشهور و محبوب ارتش و همچنین رئیس جمهور پاکستان بود، معتقد بود با یک حمله سریع میشه هند رو در کشمیر شکست داد و این منطقه رو اشغال کرد. ایوب خان عقیده داشت به دلیل درگیری‌های مرزی بین هند و چین که باعث شده بود بخش عمده نیروهای ارتش هند در اونجا مستقر بشن و با استفاده از اصل غافلگیری پاکستان میتونه پیروز این جنگ بشه. در 5 آگوست سال 1965 30,000 نفر از نیروهای ارتش پاکستان با لباس افراد محلی از مرز رد شدند. در ابتدا نیروهای هندی متوجه ماجرا نشدند، ولی همون روز نقشه لو رفت و هند با استفاده از توپخانه و گلوله باران منطقه تلاش کرد جلوی پیشروی پاکستان رو بگیره. طی 5 روز نیروهای پاکستانی 8 کیلومتر در کشمیر تحت کنترل هند پیشروی کردند و از اول سپتامبر عملیات گسترده‌ای برای تصرف شهر مهم اخنور شروع شد. ایوب خان فکر میکرد چون نیروهای هندی روحیه ضعیفی دارند، در صورت تصرف شهرهای جامو و اخنور باعث فروپاشی ارتش هند در خط مقدم میشه. ارتش پاکستان تعداد زیادی تانک و خودروی زرهی روانه اخنور کرد و موفق شدند به دروازه‌های شهر برسند. نیروی هوایی و توپخانه هند دست به بمباران شدیدی علیه نیروهای پاکستانی زدند تا جلوی پیشروی اونا به سمت شهر رو بگیرن. هند با حمله به جنوب کشمیر تلاش کرد تا فشار از روی نیروهای مدافع شهر کم کنه. در 6 سپتامبر لشکر 15 پیاده ارتش هند موفق شدند نیروهای پاکستانی در مرز رو شکست بدن و تا حومه شهر لاهور پیشروی کنند. لاهور دومین شهر پرجمعیت پاکستانه و کمتر از 40 کیلومتر با مرز فاصله داره. ارتش پاکستان با استفاده از نیروی هوایی و تیپ‌های زرهیش تونست جلوی پیشروی بیشتر نیروهای هندی رو بگیره و تا 21 سپتامبر اونا رو به پشت مرز عقب برونه. در 9 سپتامبر لشکر یک زرهی ارتش هند یک حمله دیگر رو علیه خاک پاکستان آغاز میکنه که هدف این عملیات تصرف شهر سیالکوت واقع در ایالت پنجاب بود. لشکر 6 زرهی ارتش پاکستان با لشکر 1 زرهی هند درگیر شد که 100 تانک هندی از دست رفت و نیروهای هندی به دلیل تلفات بالا مجبور به عقب نشینی شدند. در همان روز لشکر 1 زرهی پاکستان سعی در عقب راندن نیروهای هندی به مرز رو داشت که این دفعه نیروهای پاکستان متحمل تلفات زیادی شدند. لشکر زرهی پاکستان که از تانک‌های M47 و M48 آمریکایی بهره می‌برد به دلیل عدم شناسایی درست در تله زرهی هند افتادند. ارتش هند هم با استفاده از تانک شرمن و تانک انگلیسی سنجورین که نشون داد تانک موفقیه ضربه سنگینی به نیروهای پاکستانی زدند. در این نبرد پاکستان 110 تانک و هند 32 تانک از دست داد. در این جنگ نقش نیروی هوایی دو کشور هم چشمگیر بود. نیروی هوایی پاکستان در این جنگ خیلی خوب عمل کرد. اونا از جنگنده‌های آمریکایی F-86
و F-104 استفاده می‌کردند و نیروی هوایی هند از جنگنده‌های انگلیسی و روسیه استفاده می‌کرد که پیشرفته‌ترین جنگنده هند میگ 21 بود و در اون زمان بهترین جنگنده شوروی هم به حساب می اومد. پاکستان در این جنگ 20 جنگنده و هند 60 الی 75 جنگنده را از دست داد. در میانه سپتامبر جنگ به بنبست رسیده بود و هند موفق شده بود مناطق سرسبز و حاصلخیز پاکستان در کشمیر و لاهور را تصرف کنه و 3000 نفر تلفات داده بود، در حالی که پاکستان با 3800 نفر تلفات بخشای بیابانی کشمیر رو در کنترل داشت. در نهایت 23 سپتامبر دو طرف آتش بس رو پذیرفتند و به پشت مرزهای سال 1948 برگشتند. در این نبرد بازنده اصلی پاکستان بود، چون جنگی رو شروع کرده بود که نه تنها به هیچ کدوم از اهدافش نرسید بلکه عواقب بین‌المللی زیادی براش داشت و چون آغاز کننده جنگ بود تحریم‌های زیادی علیهش وضع شد. اینها تنها دو نبرد از 4 نبردی بودند که هند و پاکستان در اون درگیر شدند. به دلیل طولانی شدن ویدیو در اینجا نمیتونیم به بررسی دو جنگ باقی مونده بپردازیم. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا در این قسمت دیگه ادامه اختلافات هند و پاکستان رو بررسی کنیم.